بفرمایید. استاد ببخشید من گفتم که ما آل خامل نفت از اینو بده پیدا شده دوام میکنم همیشه خدای نفرمی و خدای را کسی را همیشه تمسکن کنیم یعنی که ما رو جوان که جوان که به ایران ادام کردنم اینا همیشه خون چیکار هستم دست یعنی ما نان نمیخوریم خون میخوریم بسیار دیگه رکار ما میبینیم همیشه تلویزیون اینا بسیار جنایتکارای بی‌طرفی هستن خدا اینا از زبان و چیز همون قوله که بسیار فرعون و خداوند بسیار از اینا بیاره دیگه تا که از دست و یک چیز دیگه استاد میخواستم شما یک مشوره بکنم همین ایراد ما به نام یک جای جور شده به نام چبرایی یه شما یک نگاهی بکنید یک وقت شما پرسانی بکنیم یک جستجوی بکنیم که ایران چی کارهای داخل ایران ما میکنه و نسبت سازمان ملل از اینا کمک میکنه یعنی ما به طول عمر 27 سال سن نوانه به طول عمر یعنی بابو پدر اینا ما نتونستیم یک طبق جور کنیم خداست دکتر در تیناق ما نوشته کرده شما نگاه کنیم امروز ساختمان‌های بلند ساختمان‌های جور شده اکتار از کجا بیاره ایران فقط ایران ما به یک فکر بعدی هستم که با آینده همین حالاتی که به سر سوریه آمده بدترین حالت به فلسطین شده همین حالت به افغانستان این بدترین حالت میشه و جنگ روش بدتر میشه این جنگی به افغانستان خواهد شد. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشیم. دعا دارم. تشکر. شما موفق و مایه خدا حافظ. سلامت باشید. خدا نگهدار. علی کل حال شما نسبت به اونایی که هر عقیده‌ای که دارن مخالف شما هستن براشون دعای خیر بکنید، دعای هدایت بکنید. این وظیفه ما و شماست و سعی بکنید در هدایت اونها. در مورد شهرکایی که اینا دارن میسازن در هرات و در بقیه شهرها در افغانستان و در کشورهای دیگه، اینها همه آمادگی برای روزی است که وضعیت این کشورها رو مثل عراق و سوریه بگردونن، مثل یمن بگردونن. ببینید در یمن یک گروه کوچک حوثی‌ها که تقریبا 9 مرتبه در جنگ با دولت یمن شکست خورده بودن، اینها رو در طول این سالها انقدر تقویت کردن، پول، اسلحه به اینا رسوندن تا که امروز اینها دارن در اونجا قتل عام میکنن، جنایت میکنن، اهل سنت رو میکشن، حتی دارن به سرزمین حرمین شریفین دست درازی میکنن. اینها همه اهداف پنهانی رژیم آخوندی ایران بود که کار کردن و امروز یک عده‌ای ناچیز رو شوراندن بر علیه مسلمان ها. در سوریه همین کار رو کردن. در لبنان سالها داد میزدن که حزب الله است برای دفاع، برای مقاومت فلان. هدف تأسیس حزب الله این بوده که اهل سنت رو در لبنان، در سوریه، در عراق، در کشورهایی که همجوار لبنان هستن به اصطلاح با اونها رو بکشن، بر علیه اونها بجنگن و حکومت‌هایی رو که به نفع خودشون هست در اونجا قائم بکنن و حکومت‌هایی که مخالف شیعه و ایران هست اونا رو سرنگون بکنن. این هدف اصلی تأسیس سازمان‌های مثل حزب الله بود که به دروغ داد می‌زدن که اینها برای از بین بردن اسرائیل است. کدام اسرائیل؟ کدام یهود؟ اینا خودشون یهودیان. همین شبکه ولایت به اصطلاح صاحب امتیاز این شبکه، رئیس این شبکه یهودی زاده است. و اینها همه من تعجب میکنم، یعنی این تصادف نیست. احمدی نژاد اصلش یهودی است، خمینی اصلش سیک است، مؤسس این مذهب عبدالله ابن سبع یهودی اصلش از یهودهای صنعا است. یعنی اینا تصادف نیست، اینا یک برنامه است که
از همون صدر اسلام بر علیه اسلام و مسلمین ریخته شد و تا الان هم ادامه داره. چقدر داد زدن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی. الان دستشون با آمریکا و با شوروی و با اسرائیل همه در یک کاسه است. آمریکا عراق رو میگیره تحویل ایران میده. این تصادفه؟ در سوریه وقتی که میبینن که ایران داره شکست میخوره، سپاه پاسداران داره شکست میخوره، حزب الله داره شکست میخوره، روسیه مداخله میکنه، این تصادفه؟ در طول تاریخ اینها یک گلوله به طرف دشمنان اسلام شلیک نکردن. هرچه خنجری بوده اینا بر سینه مسلمان ها زدن. در هر جایی که بین اسلام و کفر جنگی بوده اینا در صف کفار ایستادن. این حقیقتی است که متاسفانه هنوزم خیلی از علمای ما، خیلی از دعوتگران ما، خیلی از سیاسیون ما متوجه نیستن. همین شهرک هایی که امروز دارن در هرات میسازن و اون علمای خودفروخته‌ای که به نام رئیس علما و به نام رئیس فلان و علان و اصحاب مدارس دارن و دم و دستگاه دارن و مردم هرات خوب اونا رو میشناسن. تا دیروز نوکر آیصاف بودن، وقتی که پولشون از اونجا، حقوقشون از اونجا قطع شد، الان هفته یک بار دو بار دارن ایران سفر میرن. به خاطر چی؟ به خاطر 4 تومانی که ایران بهشون میده. دیروز دینشون رو به یهود و نصارا فروختن، امروز به طاغوت ایران دارن میفروشن. اینا وقتی بیدار میشن که همین شهرک جبرئیل مثل شهرک صدر بغداد بشه، همین علما و خطبایی که در هرات هستن سرنوشتشون خدای نکرده مثل علما و خطبای بصره و کوفه و بغداد و فلوجه و انبار و این مناطق بشه که در طول 1-2 سال اول ورود سپاه قدس و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق بیش از 2000 نفر از علمای نامدار اهل سنت، امامان مساجد رو کشتن و اجساد اونها رو به ماشین بستن و در کوچه ها میگرداندن. همین آلت به سر همین علمایی که امروز ساکت نشستن در هرات و غیر هرات آمده نیست. اما چی میشه کرد که امروز دینشون رو به خاطر 4 قرانی که از سفارت و کنسولگری ایران میگیرن فروختن؟ این شهرکایی که اینا دارن میسازن، باور به خدا بکنید که اگر حکومتی باشه و قانونی باشه و 4 تا با غیرت باشن در این شهرها، برن بگردن اگر در همین شهرکها انبار اسلحه های سبک و سنگین به دست نیومد که برای روزی که اهل سنت رو در هرات به خاک و خون بکشن دارن جمع میکنن. همین چند روز قبل رئیس دفتر سیستانی و خامنه‌ای رو در هرات دستگیر کردن. میدونید به چه جرم؟ به جرم فرستادن افغانها، شیعیان افغانی از هرات و دیگر شهرهای افغانستان به سوریه. برای اینا اهمیت نداره که در سوریه کی برنده میشه کی بازنده میشه. برای ایران اهمیت داره، چون برای ایران سوریه خیلی اهمیت داره، برای اون هلال شیعی که بسیار در منطقه میخواد بسازه. برای سران شیعیان افغانستان، سوریه و عراق و جوانهای شیعی که اونجا میفرستن حیثیت کلاس‌های تمرین نظامی رو داره که اینها برن در اونجا آموزش ببینن و برگردن افغانستان و اون روزی که ساعت 0 در افغانستان اعلان خواهد شد، همون بلایی رو که سر اهل سنت سوریه و عراق بردن سر اهل سنت افغانستان هم بیارن. اون وقت بعد سیاسیون ما داد بزنن، واویلا بکنن، به سر و کلشون بزنن، تو پارلمان جیغ بزنن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، در اون موقع فایده ای نداره. طارق الهاشمی رهبر حزب اسلامی عراق، موقعی که آمریکا عراق اشغال کرد با اشغالگران همکاری کرد، مثل همین سران احزاب اسلامی که در افغانستان با آمریکا همکاری کردن. بعد وقتی که اومد حکومت رافضی طرفدار ایران رو در عراق نصب کرد آمریکا، اینها هم رفتن از اون حکومت حمایت کردن، بهشون چیزی نگفتن تا وقتی که نیاز داشتن از اینا استفاده کردن. بعد از اون مثل سگ انداختنش بیرون از بغداد،
الانم در به در خدا میدونه در کردستان است، در کجاست، پنهان داره میگرده. یک سنی معتقد رو هم نگذاشتن در عراق، یا کشتن یا فراری دادن یا در زندانها مردن، یا هم که مهاجر و در به در آواره شدن به کشورهای دیگه. همین بلا رو سر اهل سنت افغانستان هم اینها میارن، اما متاسفانه علمای ما خاموشن. میدونن. شما فکر میکنید نمیدونن؟ میدونن. اما اون تومن ایرانی است که مهر زده به دهنهای اینها و روز قیامت اون لجام آتشین الله سبحانه و تعالی در جهنم بر دهان اینا خواهد خورد. سکوت بکنن، امروز چیزی نگن.